احساس طرف مقابل نسبت به من چیه؟ چه نقاط قوت و ضعفی توی این رابطه هست؟ و نتیجه رابطه عاطفی من چی میشه؟ اگه دنبال جواب تمام این سوال ها هستی، خیلی خوش اومدی به انرژی خونی با من. سلام میکنم خدمت همه دوستای گلم. این یک انرژی خونی جنرال هست برای همه عزیزای دلم که در واقع اینجا حضور دارن و دارن این ویدیو رو میبینن. عزیزای دلم نیت کنین راجع به فرد احساسیتون، فرقی نداره که دختر هستین یا پسر، و اینکه نیت من در مورد اون دسته از عزیزانی هست که اول از همه کانال منو سابسکرایب میکنن و از من حمایت میکنن و کامنت میذارن که همسو و همفرکانس هستن با این انرژی خانی. فقط این دسته از عزیزان هستن که میتونن کد خاص خودشون رو در این انرژی خانی دریافت بکنن. راستی شرایط انرژی خانی شخصی شده رایگان ما هم آخر ویدیو براتون توضیح میدم، پس تا انتهای این ویدیو همراه من باش. خب بریم سراغ انرژی خانی شما عزیزان. برای شما کارت کائنات افتاده. شما کسی هستین که جهان هستی بیمتون کرده و در زندگی شما یک پارچگی، پیروزی و موفقیت براتون گره خورده و همه چیز بر وفق مرادتون هست و ذاتاً آدم خوششانسی هستین. یه جورایی میتونم بگم که عزیز کرده خدا شمایی. طرف مقابل چطور شما رو میبینه؟ ایشون هم شما رو آدم بسیار خوش اقبال و خوششانسی میدونه. یعنی میدونه که شما آدمی هستین که خیلی عزیزین، خیلی آدم خوششانسی هستین، موفقیت دارین، موقعیت خوب دارین، جایگاه اجتماعیتون خوب هستش، کسی هستین که تو زندگی شخصیتون هدف دارین و بودن در کنار شما باعث دگرگون شدن اون شخص هم میشه، یا بودن با شما باعث موفقیت و دگرگونی و تغییر زندگی طرف مقابل میشه. یعنی بودن در کنار شما براش یک شانس هست که خدا بهش داده. دیدگاه خودت در مورد خودت اینه که شما خودت میدونی که آدم خوششانسی هستی، میدونی که تحصیلات بالایی داری، میدونی موقعیت خوبی داری، اما میگی اینا رو خودم به دست آوردم، خودم زحمتش رو کشیدم، خودم عرقش رو ریختم، من بودم که خودم رو از اون مشکلات و تاریکی ها بیرون کشیدم. یه مقدار منم زیاده. بهتره که دست از این کار برداری و بدونی که این دست خدا بوده که بالای سرته. درسته که تلاش کردی و جایگاه خیلی خوبی داری، حتی از لحاظ تحصیلات هم خیلی آدمی هستی که بالایی، اما اینا همه به خاطر لطف و پروردگار خداست. یعنی اینجا فقط این پیام برای تو هست که بهتره که یه مقدار دست از این منیتت برداری، یعنی منیت رو یکم خاموشترش بکنی. طرف مقابل به خاطر اینکه شما رو همچین آدمی میدونه، یعنی آدمی که خیلی موفق هستی، خودش رو توی این رابطه سرزنش میکنه. اگر کات هستید، اینا همه عواملیه که اون باعث میشه احساس عقب افتادگی کنه، احساس کنه که از لحاظ مالی کاری بلا تکلیفه، خودش رو سرزنش بکشه، عقب بکشه و رابطه رو بخواد تموم کنه. اگر کراش هستین رو این شخص، به خاطر این شرایط پا پیشون خودش رو خیلی پایین تر میدونه و حق تقدم رو میده به افراد دیگه. اگر هم که تو ارتباط هستین و کمرنگ شده، دلیلش همین مسائل هست و حتی این افکار انقدر زیاده که این فرد ممکنه که به خاطر این شرایط این رابطه رو بخواد تموم بکنه و کم کم علایق خودش رو نسبت به شما از دست بده، چون خیلی احساس خطر میکنه. احساس میکنه که اگر بخواد در کنار شما باشه، یا شانس شما رو از این که بخواین با افراد بهتر در ارتباط باشین و ارتباط بگیرین، یعنی فکر میکنی که شما شانستون از دست میدین و دوست نداره. میدونی چی میگم؟ یعنی یا اینکه در واقع احساس خوبی نداره نسبت به این موضوع. شما کسی هستین که به خاطر رفتار ایشون شما هم خیلی آدمی هستی که خیلی خشمگین شدی، خیلی آزرده شدی، حتی ممکنه که دست به کارهای دعایی هم بزنی، و یا اینکه
چون این کارت برای شما افتاده ممکنه که آدمی باشی که خیلی چشم زخم روته. میدونی چی میگم؟ یعنی به خاطر این جایگاهی که داری ممکنه مثلا اون انرژی منفی، چشم زخم، دعا و جادو و اینا علیه شما باشه، ولی در کل این کارت اقدام شماست. ممکنه که به خاطر این شرایطی که هست بخوای دست به این کار بزنی، اما باید بهتون بگم که مانعی که توی این رابطه هست افکار ایشونه و جایگاه شما. یعنی شما انقدر موفقی که این فرد خودش رو خیلی پایین تر از شما میدونه و دائما توی ذهن خودش داره دو تا چهارتا میکنه که آیا این رابطه به دردش میخوره یا نه، یا حتی اگرم کات هستین این افکار رو داره. بنابراین شما باید بدونی که مشکل افکار ایشون هست و موفقیت و میزان منیتی که شما داری. در واقع همین من کردن هاست که باعث میشه یه مقدار از خودت دور بشی و به خاطر درست کردن شرایط دست به دعا و جادو بخوای بزنی. پس بهتره که بیشتر ارتباط خودت رو با خدا گرم کنی، پاکسازی انجام بدی و این خستگی روحی و کلافگی رو از خودت دور کنی که فقط با ارتباط با خدا این کار انجام میشه. طرف مقابلت مشکل خودشه، افکاری که داره، اگر خودش رو کمتر میدونه، اگر اقدام نمیکنه، اگر که روش کراش هستین، یا اینکه بخواد با شما، این مشکل خودشه. اگر بخواد با شما کات کنه، شما جایگاهت خوبه، عالی هستی، عزیز کرده هستی، بهتره که این مقدار دست از منیتت برداری و بیشتر به خدا نزدیک بشی. اما در نهایت چیزی که براتون میبینم، یعنی نتیجه این شرایط چی هست، اینه که با صبوری احتمال اینکه این رابطه کات نشه، یا اگر کات بوده دوباره به هم بپیوندین، یا اگر کراشت هست یه مقدار زمان باید بدی برای اینکه بالاخره به یه نتیجه برسه از این دو تا چهار تایی که داره میکنه، احتمال اینکه دوباره به هم پیوند بخورید هست. مشکلات رو خودتون به وجود آوردین و من اینجا رقیبی نمیبینم. اینجا فقط در واقع یه کوله باری از حسادت، خشم، رنج، آزرده خاطری و انرژی های سیاه هست که تو ذهن بیشتر شماست و درگیری های ذهنی این شخص است که جفتتون باید پاکسازی انجام بدین تا بتونین در واقع ارتباطتون رو با همدیگه قشنگتر کنین. شما باید همدیگه رو ببخشین، گذشت داشته باشین، بزرگی داشته باشین تا بتونید ارتباطتون رو قشنگتر کنید. و با این کار در واقع در نهایت براتون اقبال بلند هست، خوششانسی هست، ثروت هست، ثروت یهویی هست، طلا هست، پول هست، کادو هست، دست خدا هست در کنارتون و موفقیت های بیکران. عزیزای دلم، تاروت در واقع یک مشاور، یک راهنمای الهی است و این انرژی خانی این لحظه شماست. در واقع انرژی که این لحظه بر هر دوی شما غالبه و این پیام رو داره به شما نشون میده. در مورد انرژی خوانی رایگان هم که اول ویدیو گفتم که کاملا شخصی برای هر نفر جدا گرفته میشه، اینه که من لینک کانال تلگرام، اینستاگرام و تیک تاکم رو زیر این ویدیو براتون گذاشتم داخل دیسکریپشن. اونجا میتونین دنبال کنین و به ادمین ها پیام بدین و بنویسید که درخواست انرژی خوانی رایگان دارم. همچنین تو کانال تلگراممون اگر عضو بشین، ما هر روز انرژی خوانی ماهای مختلف رو داریم. توی اینستاگرام یا تیک تاک هم انرژی خوانی های روزانه داریم که پیام های کوتاه تاروت رو براتون میخونیم. میتونین جوین بشین هر کدوم که دسترسی براتون راحت تر هستش. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.